سلام علیکم همیاران عزیز. امروز روزی 28 فوریه سال 2021 من میخوام به شما طرز اجرا کردن پیوند با اصول اسکن پیوند نشون دهم. برای اجرا کردن اصول اسکن پیوند بهار با ما چی در کار می شود؟ در کار می شود خودی تک پیوند گفتم ما درخت میگوییم که از زمین علاقه رویده می شود، رویده شده است و ما این معقول نیست و با اینو ایواز کردن در کار و برای این با خودی پیوند در کار است. پیوند گفتم ما میبریم اون سیب‌هایی که درختایی که با ما ضرور است، ما آوردیم سیب‌هایی که با ما ضرور است. این درخت سیب است و ما حاضر اجرا میکنیم. برای اجرا کردن با ما چی در کار؟ با ما قیچی در کار بود که اینا بریم نو دوران و ما کورچه استرایتلنی تیز در کار بود که نکوی پیوندوی میکردیم ما تیز کنیم. من این نکه چه تیز میکنم؟ نزدیک. من نوکی پیونده ما دو طرفش تیز کردیم. من هم خیلی تیز کردیم که من اینشان هر دو اینا حوزی ما همینجا کفونده دو جغان کرده در همینجا میمونیم و بعد با استریچ پلیونکا این استریچ پلیونکایی مخصوص برای پیوند پروفسیونال نی لیکن من که اگر 3-4 سال شد علاقه با پیوند مشغولم کم خودم پروفسیونال حساب کردم برای پروفسیونال نگرفتم. اما من کلیونکای عادی قطعی میکردم. کلیونکای عادی کانترکت برای مشکلی میکند اگر یک تا دو تا پیوند کنی اگر کلیونکای عادی هم میشود و بعد اسکوچ در کار من این اسکوچ کی بعد کلیونکا پیچوندن باز سخت‌تر قپیم که کلیونکا خاصیت کشوده شوی را دارد و من باز یک چیز دیگه قید میکنم که و من صدا و ور گفتنی وزلین برین یک چیز از من کشوده شما نشون میتیم اینم با میشه که ما بولاش شروع میکنیم با اجرا کردن پیوند. من برای که وقت بسیار نگیرم علاقه پیوندو موبایلش تیز کردم علاقه اینو هم تک پیوند کفونده موندم این کورچه رو میگیریم و با پیوند شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک تش علاقه این طرف میمونیم و وقتی که موندیم دونسته مونید که یک طرفی پوست باید برابر شود با یک دیگرش. حاضر من اینا که جو کردم شما نشون میدم. من پیوند کردم یک نهولی این برومد کانترکت من انا یک طرف پوست برابر شد. این حتما برای که پوست با پوست برابر شود بعد اون وقت این شیرش برورده یک دیگرش میچسبوند. من دیگر طرفش هم میکنیم دیگر طرفش آزاد میدروید برای که این طرفش علاقه کم ترک شده کنیم که کم ترک ندر آمدین باید انا این نازکیش همین ده نازکیش باید پوست با پوست رسه قسم بیرونیش انا پوست با پوست برابر شد. انا اینجا قید برای که اینجا باید خولی نمونم اینجا باید یکان چی مونم وقتی من صدای ور نداشتم اینجا ده کاغذ تشنو با پر کرده پر میکردم. حاضر من از صدای ور دارم من این یک مخصوص برای همین آماده کرده شده است برای جراحت های جوی جراحت های درخت ها و با صدای ور من محکم میکنم. شما میتونید صدای ورم نکنید بابامون یا صدای ور نمیکرد لوی می انداختک میشد. حاضر چی درخت چی آدم نازک شدگی برای اوای ترقیات پیش رفتگی ما هم استفاده بردیم همین ترقیات و صدای ور از روسیه آوردیم. اینجا نه از مغازین های روسیه خریده رنگ وزلین است. اینجا گویا ملهم میکند و صحت شوی پیوست شوی همینه دردش رو کم میکند یا اینکه زودتر صحت میکند. من همین همه جایی که کفوندیم همه جا صدای ور قطعی محکم میکنیم. من محکم شد اکن استریپ پلیونکا میگیریم و این رو میپیچونیم.
تو این استرچ پلونکا اونقدر سخت هم نکشد اگر هوا که نمیمونه در آمدن بسیار خوب میشه. اما حرکت میکنیم که همین قسمت های همه قسمت هاشو با پلونکا محکم کنیم که از بالا با باران ندارد نپساند همین شکافی همین جمع کردگی ده. من بینید که پره محکم شد. ما باوری داریم که با خواست خدا این پیوند ما البته میگیره. اکنون با سکوچ رو ما سخت میکنیم. سکوچ بر وقت ترک نکشودیم که وقت شما رو نگیریم و سکوچ رو گرفتیم و همین رو با سکوچ بالاش رو محکم میکنیم. سکوچ این که مستحکم از ما به حضور میکشیم که مبین جغوندگی ما جویا هشه. این جیقدو پیوست شوی پیوندی ما نغز به جو بیاید. خدا خواهد من شما ده تمام من به شما بعد از یک ماه نشونمای همین پیوند نشان میتیم. خدا خواهدی میگیره. اینجاش هم میزنیم همیشه میزنیم. این هم سبی خوب است از رسی آوردگی بودم که دو تا دارم ایشو پیوند میکنیم از سببی که زمینم کمه. من در تنه همین سیب چند نمود پیوند میکنم. من چند نمود است با پگاه با میبرن با چند نمود میریم ممکن در تنه همین یک 4 نمود سیب میشود. هر خدا خواهد نقض میشود. با همین تمام نمور آینده من به شما نشون میتیم پیوندی پامیلا لیمون برین. خدا در پناه خدا باشید.